بله، یکی از شایع‌ترین و خطرناکترین انواع خشونت علیه کودکان سوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی به اونها است. متوسط سنی کودکانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند 9 سالگی است. 93% مواقع کودک قربانی متجاوز رو میشناسه و خیلی غم انگیزتر و خطرناکتر این واقعیت هست که در 47% مواقع کودک توسط خانواده نزدیک یا فامیل نزدیک یا دورش مورد سوء استفاده قرار میگیره. دکتر مریم محبی، سکس تراپیست، از دلیل وقوع چنین جرم‌های غیر قابل باوری و انواع اونها میگه. عده‌ای از این جرائم و خشونت‌ها به دلیل صغر سنی داره اتفاق میفته. بچه انقدر کوچیکه که نمیدونه که یه آسیب بدنی، یه فشار بدنی داره بهش وارد میاد و حقوقی داره برای اینکه مخالفت بخواد بکنه. عده‌ای از این خشونت‌ها در روابط و پیوندهای نزدیک عاطفی داره اتفاق میفته، زنای محارم، ارتباطی که اعضای نزدیک خانواده با فرزندان از نظر جنسی پیدا میکنن و مسلماً اون یا با تهدید یا با تشویق یا با و کودک به دلیل شرایط امنیت مالی و خانوادگی که داره نمیتونه از اون محیط فرار بکنه. و قسمت دیگه از این خشونت‌های جنسی در فرمت روابط زناشویی داره اتفاق میفته تحت عنوان تمکین جنسی. یعنی فرد در زندگی جنسی داره زندگی معمولی خودش رو میکنه، مجبور تن به رابطه جنسی بده اما تمایل نداره و اون رضایت و موافقت طرفین لحاظ نمیشه و مسلما در این اثنا هیچ مرکز و قانون و هیچ تبصره قانونی وجود نداره که لحاظ بکنه که حتی زنی که در رابطه زناشویی داره زندگی میکنه اگر راضی نباشین دست کمی از تجاوز نداره. در قسمت دوم صحبت‌هاشون خانم محبی به فاکتور سن و وقوع تجاوز جنسی در پیش یا پس از بلوغ جنسی کودکان می‌پردازه، اون هم در شرایطی که متجاوز یکی از بستگان نزدیک یا حتی یکی از محارم باشه. نکته مهمی که مسئله سن افرادی که مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرن پیش از سن بلوغ، اون زمانی که مثلا یه دختر بچه کوچیکی است که بالغ هنوز نشده ولی از ناحیه اعضای نزدیک خودش داره مورد خشونت قرار میگیره و چون میل جنسی هنوز هورمون‌های جنسی رشد نکردن، صرفا تجربه همزمان درد و صمیمیت رو داره. صمیمیت با فردی که خیلی بهش نزدیکه و اون پدر هست مثلا یا برادر هست و از ناحیه دردی که خب چرا باید یک کسی که اینقدر برای من عزیز و نزدیکه این فشار رو بخواد برای من ایجاد بکنه. و داستان وقتی که برمیگرده به بعد از سن بلوغ گونه متفاوت پیدا میکنه. این بار دیگه لذت جنسی هم باش توأمه، یعنی تجربه همزمان رفتاری که تو با یه فرد خیلی نزدیک که اون قداست والد بودن رو در خودش داره در کنار خوشنودی جنسی که میدونی این خوشنودی جنسی درست نیست، گناه داره یا جامعه اون رو نمیپسنده و یا خودت احساس ناراحتی میکنی. اما قسمت پایانی صحبت‌های دکتر محبی بسیار حائز اهمیت، مخصوصاً برای شما پدر و مادرها و کادرهای آموزشی کودکان و اونهایی که روزانه در ارتباط مستقیم با این بچه‌ها هستن. چه باید کرد تا از وقوع این تجاوزات ما پیشگیری بکنیم و در راه توقف اون گام برداریم؟ از اطلاع رسانی که والدین باید داشته باشن برای این که بدونن به بچه‌ها آموزش بدن که چه قسمتی از نواحی بدن محرمانه، چه افرادی تحت چه شرایطی به چه بهانه‌ای میتونن ارگان محرمانه بدن تو رو ببینن، پزشک، پرستار، والد، چه قسمت از لمس، تماس بدنی، بازی‌ها و شوخی‌های بدنی حتی از ناحیه پدر مادر میتونه مذموم شمرده بشه. اینکه تو حق داری بگی نه وقتی احساس خوبی نکردی اگر از یک در آغوش قرار گرفته شدن و بعد اینکه بتونی مراکزی باشه از مدارس و مشاورین که اگر بچه‌ها اومدن اطلاعاتی دادن از اینکه مورد خشونتن بتونن اونا رو حمایت بکنن، پزشکان، روانشناسان که بپرسن از بچه‌ها که احتمال میدن که دچار مشکل شدن یا نمراتشون یا از نظر بدنی مشکلی براشون ایجاد شده و مسئله خطوط 24 ساعته تلفنی که بچه‌ها بتونن تماس بگیرن اگر مورد آسیب هستن.